سلام. خب اینجا رو ببین. باشه میدونم چی فکر میکنی، ولی واقعیت اینه که اون عاشق منه. ما خیلی با هم خوبیم. واقعا؟ شنیدم 1 ساعت گریه میکرده. بیخیال، راستش 1 ساعت یه مقدار اغراق به نظر میاد. میدونی 1 ساعت گریه کردن چقدر کار سختیه؟ چیزاتو جمع کن، از اینجا میریم. نه نمیتونی منو ببری، این خودشه. ما خیلی با هم جوریم، قسم میخورم. ببینم تو باش حرف زدی؟ راستش نه، با اون حجم گریه که میکرد سخت بود. دقیقاً این نشونه خوبی نیست. اصلا تو رو دید؟ نزدیک بود ببینه. نزدیک بود ببینه؟ دقیقاً میتونم اینو تضمین کنم. فکر کنم. اینجا چی شده؟ خب داشت اون عروسک ترسناک و میخوابون. بعد یهو وایساد بالا رو نگاه کرد. حتما یه چیزی حس کرده بود. برای همین منم آروم رفتم به طرفش و همینطور که بهش نزدیک شدم من داری چیکار میکنی؟ نه این کارو نکن باشه آبی با تو هم به خدا قسم اگه این کارو بکنی تا زندم دیگه بات حرف نمیزنم. خواهش میکنم این کارو نمیکنی لطفاً. نه